از این صحبت‌های من یک چیز بدی را برداشت نکنید. من این رو همیشه میگویم تا اینکه ذهن باز بشود. ما یک مؤمنی داریم که ما معرفی میکنیم، مؤمنی که فقط نماز بخواند و زکاتش را ندهد، همسایه از او ناراض باشد، مؤمنی که تسبیح خوب بیاندازد، ذکر بکند ولی درون تجارت خیانت بکند. این مؤمن از دیدگاه من و شما هست. این مؤمن هر چقدر ذکر و اذکار بکند، هر چقدر دعا بکند، هر چقدر به حج برود و روزه بگیرد، مگسی را دور نمی کند. ابرها می آیند و یک سلام علیکی می کنند و می روند، باران نمی بارد. اما یک مؤمنی است که الله ذوالجلال در قرآن آن را معرفی می کند، پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را معرفی می کند و صحابه آن را عمل می کند. این مؤمن وقتی که در مقابل ابرقدرت ها بایستد آن را به زمین می زند، وقتی که دست را بالا بکند ابر می بارد، وقتی که یک الله اکبر بگوید کوها می لرزند. کدام مؤمن است؟ مؤمنی که نماز را با خشوع و خضوع می خواند و حضور قلب دارد. تون نماز نمی خواند که نماز را زود تمام بکنم بروم. مؤمنی است که شما برید صفحات زندگی صحابه را نگاه بکنید، با تجارتشون کافر مسلمان می کردن، می گفتن به ما گفتن که حق مشتری را به طریقه احسن ادا بکنیم. مؤمنی بود وقتی که گوسفندی را به زمین می زدن محکم به زمین نمی زدن، چاقو رو نگاه می کردن تا اینکه زجر کشش نکند. وقتی دست و پا می زدن دست و پاشو قطع نمی کردن، لونه گنجشکی را سبحان الله مورچه را اذیت نمی کردن. وقتی بر روی شترها زیاد بار برده می شد، عمر ابن عبدالعزیز و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید بر شتران ظلم نکنید. وقتی در مقابل حیوانات اینطور بودن، در مقابل انسانها که خیلی محتاط بودن خون بیگناهی را بر زمین نمی ریختن. اینها مؤمنانی هستند که الله ذوالجلال برای ما معرفی میکند و پیامبر معرفی میکند و صحابه عمل میکردند. مؤمنانی بودند که امانت را محکم نگه می داشتند و محفوظ نگه می داشتند.